قبلا یعنی که از مهاجران مهنتی تست گرفته میشد در شهرهای روسیه و حالا باشد چگونه است نداشتن سرتیفیکات با کار و قبول کرده نمیشه در قلمرو فدراسیون روسیه. از همین خاطر در جمهوری تاجیکستان نسبت این چورابینی ها تیاری دیده شدند و گروه های کاری در تمام منطقه ها کارهای اطلاعاتی فهماندهی در بین مهاجران مهنتی و ساکنان کشور کار برده شدند تا اینکه مردم آگاه باشند که از 1 ینور سال 2015 برای سپردن این تست از زبان روسی تاریخ و اساسهای قانونگذاری فدراسیون روسیه در سمت مهاجرت مهنتی باید که آگاه باشند شهروندان ما. مرکز همین تست اصلا در اساس داشتن لیسانسیای اون دانشگاهایی که در فدراسیون روسیه وجود دارد با داشتن اون لیسانسیه ها دانشگاه‌های جمهوری تاجیکستان هم از اون جمله فیلیال دانشگاه دولتی مسکو در شهر دوشنبه دارای میتواند که چنین سرتیفیکات را دهد. اینستیتوت تکنیکی تاجیکستان به نام اوسیمی میتواند همچنین تست ها را قبول کند و به شهروندان جمهوری تاجیکستان دهد و آنها یعنی که نمونه سرتیفیکات رسمی را اینها دارا هستند. هنگامی که شهروندان جمهوری تاجیکستان امتحان رو یک دفعه پول سپاریدن و امتحان رو نتونستن سپاریدن این پول وای ها میسوزد. برای همین دفعه از نو نیست. برای همین باید که پیش از سپاریدن امتحان باید که نمونه تست ها ما میدونیم که باید فیکس یعنی که باید یک نمود نیستن و یا دویم تغییر یافته نیستن و این سوال هاش هم مشکل نیسته. ما این سوال ها هم در سامانه اینترنتی وزارت حتما نمونه این تست ها رو در سایت میگذاریم. اینجا در فدراسیون روسیه سپرده یک است که از اون این معمول خدمتی رو میسپارن و یا اون بودجه تاجیکستان میره که خدمات روسیه این همش طرف روسیه میره. ولی که ما گفتیم که لیسانسیا مال روسیه هست این با ما اصلا ربطی نداره.